سلام به تورنمنت‌های دور 14ام کلن CR خوش اومدید. بچه‌ها این روم مرحله دوم تورنمنت هاست که الیسان ترک و سینا مقابل حسام و آرمین قرار گرفتن. روم اسنایپ که به صورت 2 نفره برگزار میشه. خب بچه‌ها میبینید که همین اول کار چه زدنیه. خب بریم گزارش کنیم. خب اینجا اومد که راش بده، سینا زدش، حسام الیسان ترک رو میزنه. اینجا تک به 2 میشه که کار اشتباهی کرد و قرار فیس بشه. ببینیم فیس میتونه بکننش و سینا رو فیس کرد حسام. پشمام. خب الیسان ترک رو میبینید که آجی چقدر بد میزنه. حسام میخواد فرار کنه که وات از دست الیسان ترک اصلا نمیشه فرار کرد بچه. خب بریم ببینیم آرمین چیکار میکنه. چه نشسته خوشگلی زد. و حسام ببینیم چیکار میکنه. پشت کاوری قشنگ از حسام. ببینیم بازم میتونه؟ نه دیگه آجی، سینا بد جوابش داد. و الیسان ترک چی میزنه آجی؟ نه این سینا بود البته شرمنده. خب ببینیم که آرمین دوباره چیکار میکنه. ببینیم میتونه بزنه. چی میزنه الیسان ترک؟ چی میزنه بچه؟ الیسان ترک واقعا خفن و قوی بازی میکنه، اصلا نگم براتون، اصلا خودتون ببینید دیگه. ببینید چه جوری داره میزنه. یوتیوب آرمین رو زد، دوباره میاد برا حسام که 2 نفره میزننش، زورشون 1 نفره نرسید. خب اینجا یه اشتباهی داره میکنه حسام. ببینید آرمین که 2 به 1 ساخت و حسام هم همینجوری 2 به 1 شد. بچه این اشتباه رو نکنید، خیلی از بچه‌ها این اشتباه رو انجام میدن. تک نفره نرین جلو. ببینید الان ببین 2 به 2 ان. دیدی سینا رو زدن 2 به 2 و اینجا الیسان ترک هم ببینه میتونه بزنن و الیسان ترک هم زدن. خب ببینیم که کیل 39 هم گرفتن، 39 35 و یه دونه کیل دیگه بگیرن میرن مرحله بعد. الیسان ترک و سینا فقط یه دونه کیل نیاز دارن. خب ببینیم چی کار میکنه. الیسان ترک حسامو دمیج میکنه، میره برای فیستش که کار اشتباهیه، نباید ریسک کنه و میزنتش. یوتیوب آرمین میزنه و کیل بعدی رو میزنه. آرمین سینا رو میزنه 39 37. کامبک بزنه، کامبک رویایی میشه بچه. آیا ممکنه بزنن کامبکو؟ وات کیل بعدی رو هم زد آرمین و کیل بعدی رو هم زد. آرمین داره چی کار میکنه؟ پشمام. 39 اگه بزنن واقعا رویایی ترین کامبک تورنمنت ها میشه. آرمین مقابل الیسان ترک و میزنه. آرمین داره چی کار میکنه؟ 5 تا کیلو پشت سر هم گرفت. آجی تو کی هستی آرمین؟